با عرض سلام و درود فراوان خدمت همه شما عزیزان. توی قسمت به خلاصه و معرفی کتاب عادت‌های اتمی نوشته جیمز کلیر میپردازیم. همه فکر میکنند برای تغییر باید کارهای خیلی بزرگ انجام داد، ولی جیمز کلیر میگه اینطور نیست. تغییرات بزرگ از عادت‌های خیلی کوچیک شروع میشن که به مرور زمان اثرات بزرگ خودشونو نشون میدن. این عادت‌ها مثل ساختن یک دایره مثبت میمونن که با هر قدم کوچیک روز به روز بزرگتر میشن. عادت‌ها به نوعی کنترل میکنن که چطور روزتو سپری میکنی. وقتی عادت‌های خوبی داشته باشی، خود به خود روزهات بهتر میگذره. این یعنی حتی وقتی تلاش نمی‌کنی به سمت رشد و پیشرفت میری. عادت‌های بد هم همینطور، فقط در جهت مخالف. کلیر 4 قانون برای تغییر عادت‌ها میگه. اول باید عادتت رو واضح کنی، بعد جذابش کنی، بعدش راحت و سادهش کنی و آخرش هم قابل انجام باشه. این 4 قانون باعث میشن که عادت‌ها راحت‌تر و ماندگارتر بشن. وقتی این قوانین رو رعایت میکنی، احتمال موفقیت خیلی بیشتره. محیط اطرافت تأثیر زیادی رو عادت‌ها داره. اگه توی محیطی باشی که پر از وسوسه‌های بد و پرت کننده است، سخت‌تر میتونی تمرکز کنی. ولی وقتی محیط رو طوری تنظیم کنی که عادت‌های خوب راحت‌تر شکل بگیرن، تغییر کردن خیلی آسان‌تر میشه. کلیر میگه حتی 1% بهتر شدن هر روز خیلی بیشتر از چیزی که فکر میکنی تأثیر داره. وقتی هر روز یک قدم کوچک برمیداری، در بلند مدت با یک تغییر بزرگ روبرو میشی. این پیشرفت‌های کوچیک هر روز به هم اضافه میشن و باعث میشن به هدف‌های بزرگتری برسی. برای موفقیت باید به عادت‌ها به عنوان یک سیستم نگاه کنی. این سیستم باید به طور مداوم کار کنه و هیچ وقت متوقف نشه. اگر فقط یک هدف بزرگ داشته باشی ولی عادت‌های کوچیک رو فراموش کنی، ممکنه موفق نشی. سیستم‌ها کمک می‌کنن به صورت پیوسته به جلو حرکت کنی. پیام اصلی کتاب اینه که تغییرات بزرگ از عادت‌های کوچک شروع میشن. اگر میخوای زندگی بهتری داشته باشی، باید از همین امروز شروع کنی و تغییرات کوچیک ولی مستمر ایجاد کنی. با زمان و تلاش، این عادت‌های کوچک میتونن بزرگترین موفقیت‌ها رو برات به ارمغان بیارن. این کتاب برای کساییه که میخوان زندگیشون رو تغییر بدن و از عادت‌های بد خلاص بشن. اگه از شرایط فعلی راضی نیستی و میخوای به جایی برسی که همیشه آرزوش رو داشتی، این کتاب بهت کمک میکنه. همچنین افرادی که دنبال روش‌های علمی و تست شده هستند تا عادت‌های خوب بسازن، این کتاب رو دوست خواهند داشت. اگه شما همین کتاب رو مطالعه کردید، لطفاً در قسمت کامنت از تجربه خودتون در مورد این کتاب بنویسید تا دیگر دوستان هم از این تجربیات استفاده کنن. دوستان عزیز، بسیار سپاسگزاریم که همراه ما بودین. لطفاً اگه دوست داشتین با سابسکرایب کردن کانال از ما حمایت کنید و همچنین میتونید به خلاصه و معرفی کتاب‌های دیگه هم دسترسی داشته باشید. با آرزوی بهترین ها برای شما، بدرود.